کد شانس شخصی رو بهت یاد بده که از این کد استفاده بکنی و نتایج عالیش رو ببینی. کافی هستش که یه ستاره رو این مدلی بکشی، تاریخ تولد خودت رو به میلادی بنویسی. مال من میشه 1998 12 26. خب میای اول چیکار میکنی؟ 26 رو با همدیگه جمع میکنی، میشه چند؟ میشه 8. 8 رو میای اینجا مینویسی. بعدش میای 12 رو جمع میکنی، میشه 3. 3 رو هم میای اینجا مینویسی و 1998 رو یکی یکی با هم جمع میکنی، میشه 27. 27 رو با هم جمع میکنی، 2 به اضافه 7 میشه 9. 9 رو هم میای اینجا مینویسی. بعدش چیکار میکنی؟ میای 8 3 و 9 رو با هم دیگه جمع میکنی، میشه 20 مال من که 2 به اضافه 0 میشه 2. 3 9 2 رو با هم دیگه جمع میکنی، میشه 13. 1 به اضافه 3 میشه 4. 4 رو هم مینویسی اینجا. پس کد اومد به دست، میشه 8 3 9 2 4. این کد که به دست اومده رو هم میتونی روی مچت بنویسی، هم میتونی روی برگ بو بنویسی. کامنت ها برام بنویس از کدوم یک از کدهایی که بهت یاد دادم نتیجه گرفتی که از بین بهترین کامنت ها به 3 نفر عید قراره که برای شما عزیزان بدم.